به این اضافه بکنید که جامعه رو دیکتاتوریا از روشنفکرها و آزادی خواهان، از آدم‌های دموکرات، از انسان‌های برابری طلب منطقی خالی میکنن، یعنی یا پا به فرار باید بگذارن یا منزوی بشن، بیکار و غیره، و به طور عمده در زندان‌های سیاسی چنانچه گفته شد باهاشون رفتار بشه و اینها که سرمایه‌های آینده یک ملت هستند و روشنفکری مدرن جامعه رو باید هدایت بکنن، جامعه به مدرنیسم نمیرسه بدون اونها و فقر و فلاکت از نظر اقتصادی و آگاهی بالاتر میگیره. لیبی در سوریه و در مصر و در ایران و غیره چی شده؟ چطور شده؟ یک دفعه قحط الرجال شده. دیکتاتوری ها یکی از وظایف مهمشون اینه که تحت عنوان چپکشی، تحت عنوان مخالف کشی از بین میبرن روشنفکرها رو و وقتی که لزوم پیدا میشه به همون چپ، به همون دموکرات، به همون اپوزیسیون روشنفکر میبینند که نیست. جامعه و مردم اینو بیشتر احساس میکنن، ضربه بیشتر میخورن، اما دولت‌های غربی هم خودشون دچار مشکل میشن. یعنی حتی اون فرمی که اونها هم میپسندند قحط الرجال میشه، دفعی ناپیدا میشه. اونی که جامعه هم احتیاج داره یا سرش بالای داره یا بعد از تیرباران استخونهاش هم زیر خاک پوسیده شده یا در غرب داره با بیماری‌های مختلف روانی و مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنه. این سیستم درسته که سالهاست وجود داره ولی الان داره روز به روز خودشو بیشتر نشون میده به عنوان بزرگترین بحران جهانی. خب در شرایط کنونی باید چه کرد؟ نه شرایطی برای بهبود وضع روحی و روانی روشنفکرانی که حتی زندانی سیاسی بودند در کشورهای دیکتاتوری، به عنوان مثال در ایران، حتی در غرب هم تحقیقی به عمل نیامده، چون ابتدا باید درد رو شناخت، مشکل رو شناخت، بعد دنبال درمانش رفت. چیزی که الان در حال حاضر وجود داره اینه که در زندانها یا در خود جامعه تحت فشارهایی به عمد روانشون، فکرشون آسیب دیده و میتونن حداقل درصدی از اونها میتونن آدمای خیلی مفیدی هم بشن برای اینکه در میونشون انسانهای فداکار، کسانی که به انسانیت ایمان دارن، کسانی که به آزادگی و به برابری میان انسانها اعتقاد دارن و از نظر سیاسی به یک حکومت دموکراتیک اعتقاد دارن، در همه جای دنیا برای حفظ این سیاره یک تحقیق در حد دانشگاهی در مورد همین افرادی که لااقل در اروپا هستند، به عنوان مثال از ایران
میبایستی انجام میشد سالها پیش، ولی حالا انجام باید بشود و اینها راه های شناخت دردشون، معلومات پیدا بشه از اینکه این مشکلات در کشوری مثل ایران چگونه به وجود میاد توسط دولت در افکار، در مغز این قربانیان، و بعد با روش‌های مناسب علمی که توی غرب امکان پذیره و خیلی هم راحت امکان پذیره، از اکثر این انسان‌ها به جای اینکه در گوشه‌ای از جامعه گم بشن ازشون استفاده بشه. اولا انسانن، حق زندگی نرمال و متعادل رو دارند. دوما انسان‌های به درد بخورین برای جامعه‌ای که توش زندگی میکنن یا بهش پناه بردن، و بعد برای آینده اون مملکت هم و وطن خودشون هم آدم‌های مؤثر و مفیدی خواهند بود. بسیاریشون نویسندگان خوبی هن، بسیاریشون تحلیلگرای خوبی هن، بسیاریشون پدرهای خوبی هن، بسیاریشون به احساسات بشری اعتقاد دارن. ببینید اگر اینطور نبود، این آدم‌ها به عشق آینده کودکان، حتی کودکان دشمنشون، به قول شاملو، نمی اومدن انقدر فداکاری بکنن. یک استاد دانشگاه، دانشجوی پزشکی، دانشجوی اقتصاد یا همه آدم‌های ممتاز و باهوش جامعه در زندان سیاسی، رژیم جنایتکاری این چنین بیایندهشون میخواد بکنه و در بیرون از زندان هم داخل ایران بازم از همه نظر ممنوع هستن و فقط راه مرگ براشون بازه. این انسان ها اتفاقا مورد اطمینان ترن، اتفاقا این انسان ها احساسات انسانی بیشتری دارن. این انسان ها عشق به بشریت، به انسانیت، به کودکان، به مردان، به زنان، به این سیاره رو بیشتر دارن، درک بالاتری دارن، دید درستری دارن، تجربه های خوب یا بد، تلخ و گرونی رو از سر خودشون عبور دادن، میتونن خیلی مفید باشن. لزومی نداره 100% بهبود پیدا کنن. اینجا بارها و امثال من گفته شده که بهتر نمیشید، بدتر نشید. خود دکترها و متخصصا با همین احتمال هم باز هم میشه، به شرط اینکه اقدامی بشه از طرف خود مردم، خود روشنفکران غرب، خود انسانهای آزاده این کشورها، که به این نوع آدمها حداقل کمک بشه. اولش هم یک تحقیق علمی ضروریه واقعا. بعد قطعی همین نوبت‌های طولانی و وقت‌های طولانی درمانی به عنوان EMDR وجود داره. باید وایسن، منتظر باشن. روانشناس نمیدونه که هیچ شناختی از مریضش نداره، هیچ تحقیقی رو نخونده، هیچ درسی رو در این مورد نگرفته.
EMDR برای اطلاعتون بگم که اختصاری نام نوعی درمانه که بهترین درمان PTSD، افسردگی شدید و طولانی مدت، به خصوص برای قربانیان شکنجه سفید و زندانهای سیاسی همه روانشناس ها نمیتونن انجام بدن. برای همین این خیلی نوبت طولانی داره، مگه در مواردی که خیلی اضطراری تشخیص داده بشه. و همین تشخیص هم خودش مهمه که اکثرا اشتباه تشخیص داده میشه. در EMDR با روش‌های مختلف سعی میکنند که در وضعیت مغز و شرایطی که الان قرار داره تغییر به وجود بیارن. نه عمل جراحی، نه شوک مغزی، نه چیز دیگه، نه روش کاملا جدید درمانی. ازش در این روش به متدهای مختلف انجام میدن. متخصص روانشناس که داره EMDR رو روی بیماری انجام میده درست اون روش رو انجام نده، یا اگه در میان زمانی که طول میکشه وقفه‌ای به وجود بیاد، میتونه اثر کاملا عکس بده، یعنی وضعیت بیمار رو شدیدتر و وخیمتر و خطرناکتر بکنه. اما این روش معروف شده در تمام کشورهایی که برای افراد مبتلا به PTSD مزمن انجام دادن و بهترین روش تا الان با رعایت خیلی از نکاتی که چند تاشونو براتون گفتم بهترین روش بوده. اما خود من که این همه اینجا شاید پرونده من از 15 سال پیش همچنان پرونده پزشکی من نوشته شده که بله این PTSD داره، تا الان من چنین درمانی EMDR دریافت نکردم، مگه نخواستم. کسی هم که دنبال جمع آوری اطلاعات روی این مسئله رفتم، به دنبال اینجور آدم ها رفتم و باشون به دکتر رفتم، به روانشناس مراجعه کردم، اما تا حالا چون سیستم غلط. اما از نظر خود مسئولین هم باید در نظر بگیرن که به هر حال این افراد دارن در این جامعه زندگی میکنن. این هم مثل بیماری های دیگه باید خب مورد توجه قرار بگیره. بعضی از محصلین اون مدرسه ایسکا بیماری هایی داشتند از آفریقا که در اینجا ابتدا در زمانهای قدیم ناشناخته بود، چون ویژه خود آفریقاست، ولی کشف شده، علتش پیدا شده و درمانش هم پس در نتیجه پیدا شده، فقط جسمی ها. خب برگردیم به این که چه احساسی داره آدمی که دچار شوک‌های روانی متعدد شده در زندان ها، در زندان سیاسی. با من مثال کابوس های من، چیزی که دکترهای روانشناس بارها تاکید کردن که نه، برای کابوس ها نمیشه هیچ کاری کرد، هیچ درمانی یا چیزی معمولا نداره و مهم اینه که در طول روز از اینکه خاطرات گذشته یک دفعه
زنده نشه تماما خاطرات منفی. من اینجا این نکته رو اصلاح کنم. سال 1361 که میشد اعدام های تپه 4 رو صدای تیرباران هاشون رو شنید. در بند 4 اونهایی که بودند میتونستن صدای تک تیرهای خلاص رو بشنوند و تعریف کردند که بعضی شبها تا بالای 100 تیر خلاص میشنیدن. کابوس ها و حتی باید بگم که کابوس در بیداری بعد از گذشته مدت ها هنوز من و امثال من رو نمیذاره راحت باشی. هنوز کابوس های من در داخل ایران میگذره و جالب اینه که سلسله وار در مثلا مدت چند ماه یک تیپ خاص داره، یک داستانه و در جزئیات تفاوت داره. خوشبختانه خیلی ها هستند بیشتر کابوسشون یادشون نمیمونه، ولی اون حالت و احساسی که بعد از بیدار شدن دارن مشخص میکنه برایشون که بسیار بسیار شب بدی رو گذروندن. من آخریاشو به عنوان مثال میگم که کلن این چند ماه گذشته تیپیک خیلی عوض شده و سمبولیک شده. یعنی اینکه من دائما تکرارا این خواب رو میبینم که در جایی در تهران، در حومه شهر که دور برش بیابان و غیره و این هاست، یعنی هیچ چیزی نیست به جز منزل های خیلی کوچیک معروف به یک شب ساخته شدن و غیر مجاز هستند، خیلی کوچولو قوطی کبریتی به هم نزدیک هم، چیز دیگری نیست. من در اونجا گم شدم و سنم هم کمه. بعضی وقتا احساس میکنم که من احساس 12 یا 15 سالگیمو داشتم، بعضی وقتا احساس میکنم 20 سالگیم رو در موقع کابوس دیدن و نمیدونم که کجا هستم دقیقاً، ولی میدونم که پشت این بیابان محله زندگی ماست در قدیم، در دوران کودکی. و از مدرسه برمیگردم و در ابتدا چند ماه پیش به این شکل بود که من توی این ما بین این خونه های کوچیک گم شدم. هر کوچه ای رو میرم، کوچه های باریک پر از درهای آهنی قراضه به هم چسبیده و کوچه ها همه بنبست هستند و تمام هرچه که جلوتر میرادم انگار که در تونلیه، بالای سر آسمون نیست بلکه سقف آجریه و عاقبت دری رو باز میکنم در حالی که دلهوره فراوان و ترس فراوان دارم. درهایی رو باز میکنم، توی اون خونه اغلب کسی نیست یا اگر کسی هست صرفا نشسته و داره به من لبخند وحشتناکی به نظر خودم میزنه و
متوجه میشم که این یه تله است و هرچی که جلوتر میرم، من اولین بارمه، اما همه اینها آمادگی این رو دارن که یکی دیگه به هرچی که جلوتر میره بیشتر توی تله افتاده و بسیار نگران و سراسیمه هستم از اینکه اینجا بخش جدایی، کاملا مردمان جدایی و شکل زندگی جدایی و اینها در واقع آدم خار هستند و من وارد این تله شدم. چون کوچه ها بن‌بسته، از در خونه ای میرم تو، از پنجرش نگاه میکنم میبینم باز حیات خونه بغلیه، اما همه جا سقف داره. بعد خونه ها همه کوچیک کوچیک. میپرم توی اون حیات، درشو باز میکنم که خب این لابد دریه به سمت راهی که من میخوام پیدا بکنم، اما میبینم که باز کوچه بن‌بست دیگه یا خونه دیگه دنبال این دوباره همه یک اتاقای مثلا وجود داره و این آدمام دنبال من میان همجور آرام و رفته رفته بیشتر و بیشتر میشن و هرچی که جلوتر میرم از پنجره این خونه به حیات اون خونه میپرم به داخل این اتاق، متوجه میشم که بیشتر فرو رفتم و از به اصطلاح راهی وجود نداره که از این تله همیشه از مدرسه من خارج می شدم و می دونستم که راه خونه از این بیابون رد میشه، اما همه بلد بودن، من راه رو بلد نبودم و نمیدونستم کجام و از خودم هم عصبانی بودم که چرا من یاد نمیدونم. تو دفعات بعدی به خودم تلقین کردم که خب فکر کن که یک سلاحی همراهته، یک چیزی همراهته، ولی کابوس همون کابوس بود. دیشب کابوس در واقع به شکل دیگری بود. این بود که با تعداد زیادی در یک مدرسه‌ای من یا دانشگاهی همه مرخص شدن، اما با راهنمایی غلط یکی همه به همین سمتی که من میدونم غلطه و در داخل تله این خونه های کوچولو کوچولو گیر میافتی بودن، دختر و پسر. و من به همگی فریاد زدم که هیچ کس از هیچکی جدا نشه، وقتی ما با هم داریم میریم راه رو پیدا میکنیم و تعداد زیادی نوجوان بودیم. تغییر پیدا کرد یواش یواش به این که عاقبت اون فردی که میگفت نه ببین از اینجا میانبره خیلی راحت تر میرسیم، متوجه شد که بله اشتباه کردیم ما. اما روحیه من توی کابوس این بود که ببین تعداد ما زیاده و اینا ترسیدن و دائما من تو تمام مدت این کابوس ها تصورم این بود که اینا یک فرقه خاصی با یک زبون خاصی و با یک پیشینه خاصی هستن که اعتقاد دارند که افرادی مثل من رو باید کشت و خورد و جامعه هم هیچ کاری با اینا نداره، اینا هم از کسی که تو تلشون بیفته و یا غروب باشه فعال میشن در تاریکی. خب این آخرین بار دیشب این بسیار جالب بود که ما با هم حرکت کردیم، از متقاعد شدن پس همه که بله این راه غلط بوده، باید بریم به جایی که آسمون رو بتونیم ببینیم و
با نهایت شهامت از میون این آدم ها هم گذشتیم. یک فردی که شبیه پیری که ریش داشت و لباس عجیب و غریبی تنش بود و صورتش نقاشی عجیب و غریبی خالکوبی شده بود هم حتی دیدیم. من به بقیه گفتم این باید رئیس این فرقه باشه. و بعد رسیدیم به جایی که بلندی بود و آسمون رو میدیدیم و دور برمون رو میدیدیم. بعد ناگهان دیدیم که آدم‌های دیگه‌ای مثل خود ما و از ما در واقع نوجوان نبودن، بزرگتر بودن، مردم عادی. ما هنوز دست جمعی بودیم و من راه خونمون رو هنوز نمیدونستم، اما آسمون رو میدیدم، دور دست ها رو میتونستم، بیابون بود ولی ببینم. هنوز در ایران کابوس های من در این شکله، اما در گذشته بیشتر کابوس های من و اونطور که از بعضی از امثال خودم هم شنیدم اینه که دائما در جایی ناشناخته در حال تعقیب و گریز هستن، تعقیب میشن و خواهان گریز هستند. برای مدت ها من خواب میدیدم من دستگیر شدم و در زندان هستم. زندانام هر دفعه شکلای عجیب و غریبی داشت. نمیدونم کجام، نمیدونم به چه علت، بنابراین هیچ سوالی نمیکنم و هیچ حرفی نمیزنم. از دیگرانی که در اونجا هستن میبینم که به دلیل اینکه سربازی نرفتن فرار کردن، اون یکی به دلیل چیزای دیگه، و پیش خودم امیدوار میشم که پس احتمالاً اضطراب لازم نیست برای اینکه آماده باش، هر لحظه احضارت میکنن، صدات میکنن، میبرنت و شکنجه شروع میشه. در اون لحظه من دقیقاً در خواب همون احساس بازداشت بار اولمو داشتم که همیشه منتظر بودیم که در هر لحظه شبانه روز که صدا بکنن. صدا که میکردن یعنی بنشین رو به دیوار، چشم‌بندتو بزن و بعد به چرخ و بیا بیرون از سلول. یعنی شکنجه و بازجویی و غیره. ترس اون موقع ها در عالم واقعیش برای من واقعا این نبود که شکنجه مثلا درد داره. خب درد داره. برای من این مهم بود که هیچ کسی رو به خاطر حرفهای من بازداشت نکنن، دستگیر نکنن، به درد سر نیفته و غیره. این معیار خیلی مهمی برای من بود. اما توی کابوس ها من به نظرم میاد که بارها و بارهاست همینطوری دستگیر شدم و مدت ها موندم، بعد ولم کردند و نمیدونم که این بار برای چیه و کلن چرا من اینقدر زندان میفتم و چرا و چگونه اینا منو پیدا میکنن. یعنی من که در جایی هستم که یا زندان خیلی بزرگی و من در یکی از این منزل قدیمی در یکی از اتاقاش هستم، یا اینکه در سلولی هستم ولی درش بازه به یک محوطه‌ای که پر از سلولای دیگه است و با آدم‌های خوب و گرم و صمیمی، ولی اساساً فضای زندان سیاسی نیست و این آدم‌های به قول ما غیر سیاسی هستن و دائما فکر میکنم در هراس هستم که باید من الان آماده شکنجه از نوع شکنجه های اوین و وزارت اطلاعات
باشم، یا نه من رو گرفتن و میان و میگن که بیا برو. مثل توی خواب فکر میکنم مثل بارها و بارهای پیش. این در حقیقت اتفاق نیفتاده هیچ وقت، ولی به این شکل در یک دلهره خسته کننده و طولانی برای مدتی من اون خواب رو میدیدم و اون کابوس رو میدیدم. یا اینکه در جایی ناشناختم، برای من ناشناخته است و اساساً کجای این دنیا هست هم نمیدونم و میدونم که تحت تعقیب جاسوس ها و شکنجهگران و بازجوهای فلان ایران هستم و باید من فقط بتونم فرار بکنم. اما در کابوس من در حالی که میخوام بدوم دچار تنگی نفس میشم، دچار مشکلات دیگه میشم، جایی رو پیدا نمی کنم و از این قبیل. به نظرم بعد از اینکه بیدار میشم بخشی از کابوس یادمه، ولی همون هم به نظرم خیلی طولانی و سخت میاد و حالا ساعت 2 صبح باشه، 4 صبح باشه یا هرچی، بیدار میشم و میام میشینم روی صندلی و سعی میکنم که فکر به کابوس نکنم. اما این بخشیش که یادم میمونه دائما همینطوری برام تکرار میشه تو ذهنم در بیداری و بسیار احساس بدی از این گونه زندگی کردن میبینم، حس میکنم. گاهی اوقات در بیداری حالا من بدون اینکه متوجه بشم میبینم که ساعت هاست که در یک خاطره، در یک فکر که به زمانهای گذشته مربوطه و تلخه، بسیار ناراحت کننده است، بدون اراده من در اون فکر فرو رفتم و دارم درست مثل چیزی که همین دیروز اتفاق افتاده یا الان داره اتفاق میفته با هیجان بحث میکنم، دعوا میکنم یا اشتباهی فکر میکنم. بعضی موقع ها از ساعت میفهمم که اصلا مدت هاست که گذشته. اگر کسی کنار من باشه که بوده اینطور به من یادآوری کرد، یکی که صورتت خیلی چیز شد، به چی داری فکر میکنی، خیلی خشمگین به نظر میای یا عصبانی به نظر میای یا غیره، در حالی که فرض کنیم قرار بود من تلویزیون نگاه بکنم، در عمل نه میبینم نه میشنوم و ساعتها در اون خاطره هستم. حقیقتا بسیارشون مربوط به 25 سال پیش میشن. بعضی موقع ها به دوران نوجوانیم ربط دارن، بعضی موقع ها به دوران بیشتر به دوران بعد از زندان در جامعه خود ایران برمیگرده. فقط خاطرات تلخ و بیشترم قدیمی، آزاردهنده. متوجه میشم یک دفعه که به خودم میام من دندونامو رو هم فشار میارم، چشمامو روی هم فشار میدم، دستام پاهام همینطور و به این شکل و میبینم ساعتها گذشته. در بیرون از این تنهایی یا منزل که هستم سعی میکنم کنترل بکنم، مگر اینکه کسی تحریکی بکنه و حرفی یا حرکتی انجام بده علیه من که من رو
یک راست میبره توی خاطراتی که نسبت به اون کاری که اون تحریکی که انجام شده، چه تحریک فیزیکی باشه، فرض کنید که با دست آدم هل بده، چه یه تیپای خاصی، چهره های خاصی، یک فرض بکنید که چیز ناشایستی بگن یا غیره، ولی اون چهره است. برای همینه که من هیچ وقت با بچه ها، با پیرها، با آدم های عادی و غیره مشکلی نداشتم. این خیلی مهمه که آدم بتونه با کسی صحبت بکنه. من خودم هنوز دور برم بسیار آدم ها هستن میتونم بهشون مراجعه کنم و باشون صحبت کنم، اما تصور من اینه که اونها متوجه این مسائل نمیشن و یا اشتباه متوجه میشن یا غمگین میشن برای انسان و یا از روی کنجکاوی صرفاً گوش میکنن، نه اینکه بخواد حاصلی داشته باشه. بنابراین خیلی کم صحبت میکنم روی اینجور مسائل و اینم نکته بسیار منفیه برای کسانی که از جوامع شلوغ میان، با خاطرات تلخ فراوانی میان، با لنگر سنگینی در واقع به دوششون میکشن و میان همینطور نمیتونن با کسی دیگه ای در واقع صحبت بکنن و مشکل میشه براشون چند برابر. یک شکنجهگر رو میبینم که داره تحریک میکنه. کابوس‌های توی بیداری به این شکله، یعنی گاهی اوقات من یه دفعه متوجه میشم که من دارم اتوماتیک همینطور راه میرم، ولی اساساً کجا دارم میرم یا به چه مقصودی یا چند ساعتی که در این فروشگاه من دارم دور این قفسه ها همینطوری دور میزنم رو نمیدونم. مثل این که تمام حواس یا فکر من در یه خاطره در گذشته با ناراحتی تمام دور میزنه و من به طور خیلی خودکار فقط دارم یک مسیری رو بدون اینکه واقعا متوجه باشم همجوری دارم میرم و فکر میکنم که مراقب باشم که خب اگه در فروشگاه یا در خیابون یا جایی هستم متوجه مردم هم باشم، مردم متوجه کار غیر نرمال من نشن یا زیر ماشین نرم توی خیابون یا این چراغ رو کنترل بکنم. این در واقع تازه نتیجه بعد از این همه سال در اینجا به مداوا و همزمان با اون تحصیل کردن از نو، کار کردن و سمت زندگی مثبت رفتن، تازه نتیجهش به این شکله. اغلب موقع ها باید با خودم قبل از خواب، قبل از بیرون رفتن تکرار بکنم و تلقین بکنم و دائما مثل وقتی که آدم میخواد بره بیرون نگاه میکنه میبینه که تلفنش رو، کلیدش رو و غیره رو باید دائما کنترل بکنم، همه چیزها رو که به این فکر نمی کنم، به اون کار رو اینجا نمی کنم، این چیز رو اینطوری یا در کابوس این دفعه سعی میکنم به چیز دیگه فکر بکنم، اینطور اونطور. در بیداری
فایده کرده یه مقداری، ولی در کابوس ها هیچ فایده‌ای نکرده. اغلب موارد در این حالت ها یک آدم، یک شخصیت منطقی ضعیف در من هست و یک شخصیت خسته، عصبانی، خشمگین، ناراضی و غیره در کنار من، و این دو تا شخصیت سعی میکنن که همدیگر رو یه جوری خنثی بکنن. شخصیتی که موقعیتش ضعیف داره ولی منطقیه و سعی میکنه که بگه که تکرار بکنه که این حاصل اون بیماریه، احساس تقصیر نکن، احساس اضطراب نکن، در این گونه خاطرات گذشته فرو نرو، خاطرات مثبت رو به یاد بیار. اما شخصیت دیگه در تنهایی میتونه خیلی از موقع به اندازه کافی قویه و خشمگینه و ناراحته که میتونه این شخصیت، این بخش منطقی رو کاملا خنثی بکنه و اون موقع است که بسیار بسیار زندگی رو خسته کننده و ناامید کننده پیدا میکنن. این حالت رو تصور بکنید که مخصوص من نیست. اگر کمتر میشنویم به دلیل این که به زبون آوردنش بسیار سخته، برای عموم سخته، در تنهایی هم حتی به زبون آوردنش مشکله برای ماها، و پیدا کردن کسی که انسان با صحبت کردن باهاش خودش رو آرام یا آرامتر بکنه، اون هم بسیار سخته، چون من و امثال من شرایط خیلی سختی انگار گذاشتیم برای کسی که بله باید باهاش صحبت بکنیم و متوجه بشه و اشتباه نکنه، برداشت اشتباهی نکنه و ما رو حقیر فرض نکنه و و و و بسیار شرایط دیگه آمدند و در جامعه‌ای مثل ایران زندگی میکنن بعد از زندان و غیره، مخصوصا نسل جوان، و دور و برشون هم هیچ کس نه تجربه اینو داره، نه حوصله اینو داره و نه میدونه که چه چیزی اصلا درون این آدم هم داره میگذره. خب بعد یه چنین جوانهایی رو در نظر بگیرید که توی عنوان مثال ایران خیلی فراوونن، خیلی درد میکشن، انسانهای باهوش و متعهدی هم اکثرا هستند و متاسفانه با این ادامه اینجور شرایط مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی و مشکلات دیگه جامعه ایران رو هم اضافه کنیم، ببینین که چطوری خورده خورده این آدم ها تحلیل میرن. اکثرشون آدم های آگاهی هن، پس به سمت کارهای خلاف و مواد مخدر و غیره نمیرن و از خشم بسیاری از موقع وقتی که آدم نمیتونه کنترل کنه خودشو و نمیدونه، مخصوصا توی جوانها، خشم رو متوجه خودش میکنه
و به خودش صدمه میزنه. نه حتما به صورت خودکشی باشه که اکثرا خب میبینیم صدمه زدن به خود و حقیر دونستن خود و غیره. اما خب در خیلی از موارد هم میبینیم که اقدام به خودکشی، در حالی که اینها سرمایه های خوبی بودن و میتونن باشن هنوز هم برای اون مملکت. در اینجا هم فرض بکنید که بسیاری هستند که اونقدر هم نمیدونند از این بیماریشون و در نتیجه خودشون رو 100% مسئول تمام عوارض و عواقب و کارهای غیرعادی و فکرهای غیرعادیشون میدونند، سکوت میکنند و در تنهایی در واقع از نظر عقلی رفته رفته میمیرن یا اینکه دست به خودکشی میزنن.